هدف بدون برنامه تنها یک آرزو است. به خاطر آنکه هدف شما تنها یک آرزو نماند، باید با قدم‌های استوار دنبال و یا هرچی به هدفتان نزدیکتر قدم‌های استوار بزنید و این است که شما را به مقصد میرساند. شاگردی از استادش پرسید که به خاطر شناخت یک انسان چگونه دانش‌های ضرور است تا اینکه بدانیم که این انسانی که ما با او هم صحبت هستیم تا چه اندازه از ویژگی‌ها و انسانیت برخوردار است. استادش گفت که خیلی آسان است شاگردی عزیزم، به خاطر آنکه یک انسان را بشناسی ظاهر او مهم نیست و حتی دانشی گفته‌اش هم چندان مهم نیست، به خاطر آنکه تو بدانی که انسان‌هایی که در چگونه بها بدهی به انسان‌ها، تنها به محیط و اطرافش نگاه کن تا اینکه بفهمی که در اطراف او کی هست که او را احاطه میکند تا اینکه تو بدانی او کیست. و سخنوری هم گفته که تو بگو دوستان تو کی هستند تا من بگویم که تو کی هستی. به همین خاطر محیط خود را از انسان‌های خوب، از انسان‌های خردمند و از انسان‌های نیکبین و نیک مظهر احاطه کنید و خودتان هم یکی از آنها باشید. این است یک درسی که انسان شناسی و یا بدانیم که انسان‌ها از چگونه فضیلت‌های بهره‌ورند. به همین شما موفقیت و برار می‌خواهم.